خب اینجا ما یه داکیومنتی داریم که در مورد کور آپدیت صحبت میکنه. بهمون میگه که کور آپدیت یعنی چی اصلا. میگه آقا ما توی طول سال بارها و بارها تغییرات گسترده‌ای رو توی الگوریتم‌ها و سیستم‌های رتبه‌بندیمون ایجاد میکنیم که بهشون میگیم کور آپدیت و هر وقت اتفاقی افتن به شما اطلاع رسانی میکنیم که یه کور آپدیت اتفاق افتاد. به طور معمول هم خیلی از سایت ها اصلا لازم نیست نگرانش باشن یا اصلا شاید متوجهش نشن، ولی اینجا تو این صفحه توضیح داده که کور آپدیت چیه. میگه ما این آپدیت ها رو انجام میدیم تا مطمئن بشیم نتایجی که به کاربران نمایش میدیم بهترین انتخابیه که میتونیم براشون داشته باشیم. یه مثال بامزه هم میزنه، میگه فرض بکنین که یکی از شما میپرسه که بهترین غذاهایی که پیشنهاد میدی یا رستورانایی که پیشنهاد میدی چیه. خب شما تو سال 2019 حالا فرض کنیم مثلا 1400 ساجستشناتون با 1403 فرق میکنه. نه فقط به خاطر اینکه اون رستوران ها دیگه خوب نیستند، ذائقه شما، سلیقه شما فرق کرده. مثلا شما تو 1400 گربه نداشتی الان داری و اونجا مثلا میتونی گربت رو ببری، یا بچه نداشتی الان داری، یه جایی میخوای که مثلا این فضای خانوادگی تری داشته باشه. سلایق تو، علایق تو در طول زمان تغییر میکنه. همین اتفاق برای سلیقه جمعی هم میفته و گوگل میخواد مطمئن باشه که اون رستورانایی که پیشنهاد میده همیشه بهترین گزینه ها هستند. یه تعریف ساده است از اینکه آپدیت گوگل چیه، ولی خود این آپدیت به 3 تا کاتگوری تقسیم میشه: کور آپدیت، اسپم آپدیت و هلپفول کانتنت. که این هلپفول کانتنت رو تقریبا یه سال پیش گوگل گفتش که من اونم آوردم تو کور آپدیت، جدا دیگه تعریفش نمی‌کنم. اینم بگم بچه‌ها، هم اسپم آپدیت و هم هلپفول کانتنت روی سایت آکادمی وبسیما یه مقاله جامعی براشون هست و ما اونجا توضیح دادیم که هر کدوم چه چیزایی رو در نظر میگیرن. ولی اینجا هم لینکش هست، گوگل هم برای شما توضیح داده که یه اسپم آپدیت در واقع با استفاده از اسپم برین که یه سیستم مبتنی بر هوش مصنوعیه و کارش اینه که جلوی فعالیت اسپم رو بگیره، میاد و روی رتبه‌بندی ها و رنکینگ ها تاثیر میذاره. اسپم پالیسی ها رو هم اینجا کامل توضیح داده، لیستی از انواع روش هایی که شما در قالب آموزش های کلاه سیاه و کلاه سفید میبینید رو، کلاه خاکستری میبینید رو اینجا گفته. مثلا اینکه بری یه اکسپایر دامین بگیری رو اون بیایی سایت رو بالا بیاره، یا هکت کانتنت که اصلا سایتت ممکنه هک شده باشه، هیدن تکست ها، کلی از اون چیزای، کیورد استافینگ، کلی از چیزایی که شما میبینید رو شما میتونید اینجا پیدا بکنید که گوگل همه رو یک به یک بهش اشاره کرده و گفته که آقا من دارم تلاش میکنم که جلوی اینا رو بگیرم. یه سوال مهم اینه که خب ما از کجا بفهمیم که گوگل یه آپدیت داده؟ من جلوتر برمیگردم در مورد آپدیت ها بیشترم صحبت میکنم. یه لینکی داره، List of Ranking Updates، گوگل سرچ استاتوس داشبورد. اینجا به شما همه اتفاقایی که میفته رو میگه. مثلا میگه که آقا من یه مشکلی تو کرال دارم الان، یه مشکلی تو سروینگ دارم. یه کاتگوریش هم رنکینگه که تو رنکینگ چیزایی که به ما ارائه میده بخش مهمیش برمیگرده به آپدیت ها. مثلا میگه من تو دسامبر 2024 که میشه همین آذر و دی 1403 یه اسپم آپدیت دادم. این اسپم آپدیت از 19 دسامبر شروع شد، 7 روز و 2 ساعت طول کشید، تموم شد. یه کور آپدیت هم دادم از 12 دسامبر 2024، اونم 6 روز و 4 ساعت طول کشید رول اوت شه. توی نوامبر 11 نوامبر دادم، 23 روز طول کشید. اینجا یه مشکلی روی سروینگ داشتم، 4 روز نتایج به هم ریخته بود. تو آگست یه آپدیت داشتیم، کور بوده، 19 روز. توی جون اسپم آپدیت داشتیم، 7 روز. همه اینا رو داره به ما میگه تو 2023 الی آخر، که اینجا میبینید یه سریاش هم هلپفول کانتنت بوده ولی الان، یا پروداکت ریویوز بوده ولی الان اینا رو آورده توی خود کور داره آپدیت میکنه. یعنی ما یه کور آپدیتی که داریم ممکنه که این کور آپدیت هلپفول بوده باشه، این کور آپدیت مثلا کور بوده باشه،
یه کور آپدیت دیگه داشته باشیم مثلا ریویوز باشه. الان فقط ما 2 تا کاتگوری کور و اسپم رو داریم. پس این که ما الان میبینیم گوگل اومد نوامبر آپدیت داد، دوباره دسامبر آپدیت داد، پس احتمالا آپدیت قبلیه رو کنترل زد زده برعکسش کرده، آپدیت خوبی نبوده. نه، اون آپدیت داشته یه جور دیگه به قضیه نگاه میکرده، رو رنکینگ تاثیر داشته. این آپدیت جدید یه زاویه نگاه دیگری داره. پس لزوما وقتی آپدیت ها به هم نزدیکن به این معنی نیست که گوگل اون چیزایی که تو آپدیت قبلی بوده رو نادیده گرفته. شما ممکنه تو آپدیت نوامبر رشد کنه سایت، تو دسامبر هم رشد کنه، یه رشد مجددی. اینجا نوامبر رشد کنه تو دسامبر افت کنه، نوامبر افت کنه تو دسامبر هم افت کنه. همه حالت ها ممکنه. اینجوری نیست که بگیم آپدیت بعدی قطعا نتیجه رو برعکس میکنه یا قطعا در امتداد همون خواهد بود. پس این که اینا به هم نزدیکن یه باگ الان توی گوگل نیست، گیج نشده، ولی برای ما نگران کننده است، چون سابقه نداشته که اینقدر نزدیک به هم گوگل آپدیت بده و توی این فاصله های زمانی به خصوص توی تعطیلات کریسمس و در نزدیکی اون بخواد چنین کاری بکنه. این برای ما یه ذره نگران کننده است. یه چیز دیگه که نگران کننده است اینه که توضیحات بسیار کمی در هر کدوم از این آپدیت ها به ما داده. من گفته من آپدیت کردم، اینم یه کور آپدیت بود، تمام. ولی خیلی وقتا گوگل میومد توی آپدیتاش، مثل آپدیت ماه مارس که آپدیت بسیار مهمی بود، یه داکیومنت هم در اون آپدیت به ما میداد. یعنی ریلیزی که اینجا زده خودش داکیومنت اختصاصی برای این مارس 2024 میگفت که من تو این آپدیت دارم رو چه چیزی فوکس میکنم. و نمیدونم شما خوندین مستندات مارس 2024 رو یا نه، ولی یکی از مهمترین آپدیت هایی بوده که گوگل به نظر من تا الان داده. و این آپدیت خیلی تایم زیادی هم طول کشید تا رول اوت شه. 14 روز یه مارچ دیگه هم داشت، یه کور آپدیت دیگه هم پشتش داشت، 45 روز همون که طول کشید. یعنی یه 2 ماهی اونجا دوباره ما درگیر آپدیت و تاثیر اون بودیم. یکی از چیزایی که روش فوکس کرد و توی این آپدیت دمدش صحبت کرد، گفتش که این یه آپدیت بسیار پیچیده است، کم پیش میاد که اینجوری دمدش صحبت بکنه و ممکنه که تا 1 ماه طول بکشه. خیلی فلاکچویشن ها رو تو رنکینگ ها خواهید دید. ما یه سیستم متفاوتی رو اصلا برای آپدیت اونجا تعریف کردیم و یه تغییرات جدی رو توی تشخیص مفید بودن محتوا و تعامل کاربر با اون داریم. حتی یه سری از اسپم پالیسی ها رو هم گوگل اینجا آپدیت کرد، داکیومنت رو بهش اضافه کرد، مثل اکسپایرد دامین ابیوزا. یعنی اینکه اگه شما مثلا یه دامینی داری رفتی اون رو قبلا یکی داشته، کلی لینک داشته، ورودی داشته، اکسپایر شده دیگه روش کار نکرده، تو رفتی پیداش کردی، خریدی، داری یه سایت میاری روش، من دیگه اینجا به تو اون اعتبار ارزش رو نمیدم. میگه اصلا طبیعی نیست که مثلا یه سایتی قبلا داشته تو حوزه مدیکال فعالیت میکرده، کلی لینک داشته، حالا یه کازینو اومده رو همون دامین داره کار میکنه. این کار معمولا اسپمرها یا بلک هت ها دارن انجام میدن. پس دامنه قدیمی خریدن دیگه الان یه خط قرمزی شده. اسکیل کانتنت ابیوزا یعنی اینکه تو یه حجم زیادی از کانتنت رو با ای آی، با ربات، با مدل‌های مختلف بیاری روی سایتت پابلیش بکنی، که خب خیلی هم موج سایتایی که با ای آی داشتن ورودی و جایگاه میگرفتن گسترده بود تو اون بازه زمانی که خیلیشون جایگاهشون از دست دادن. ولی یکی از چیزایی که خیلی مهمه این سایت رپوتیشن ابیوز است که میگه تو میای از اون اعتبار اون سایت استفاده میکنی برای اینکه خودت جایگاه بگیری و من روی این مسئله هم بسیار حساسم. دقیقاً داره در مورد رپورت جایگاهی صحبت میکنه. این سایت رپوتیشن ابیوز اومده کامل توضیح داده، مثال زده، میگه آقا یه سایت آموزشیه ولی شما اومدی مثلا روش در مورد یه موضوع دیگه محتوا تولید کردی. یه سایت پزشکی من دارم میبینم که تو اومدی توش یه مقاله نوشتی بهترین کازینوها. یه سایت مثلا نقد فیلم من میبینم که یه سری تاپیک روش هست که چجوری روی سوشال مدیا فالوور بخری. یه سایت ورزشی میبینم که روش در مورد مثلا
ساپلیمنت ها یا مکمل ها داره صحبت میکنه. یه سایت خبری میبینم که داره مثلا سری کوپن ها و کد تخفیف های جای دیگر رو معرفی میکنه. پس گوگل داره میگه آقا من امروز روی رپورتاج آگهی ها حساسم. وقتی شما میری از یه سایتی که یه کار دیگه میکنه محتوای خودتو میذاری اونجا و لینک میدی، من نه تنها به تو جایگاه نمیدم بلکه این برخلاف اسپم پالیسی های منه و ممکنه تو رو جریمه هم بکنم. حالا بماند که اصلا یه جاهایی این سایت ها خودشون فاقد اعتبارن، یعنی اصلا نه اسپورتس نه مدیکال نه ایکس نه ایگرگه. توی کارگاه کلاه قرمز سئو ما در موردشون صحبت کردیم که ما الان بیش از 50% از رسانه هایی که روی تریبون، تسپینو یا هر پلتفرم دیگری شما میبینید رسانه های فیکن که فقط ساخته شدن برای اینکه رپورتاج آگهی بفروشن، اصلا هیچ ورودی و اعتباری ندارن. هرچی عدد در مورد دامیناتورتی و چیزهای مختلف میبینی اونجا فیکه. حالا تو همونا یه سری رسانه اصلا یه کار دیگه ای داره میکنه، تو میبینی دامیناتورتیش بالاست، ورودیش زیاده، میری در مورد کار خودت توش رپورتاج میذاری. خب معلومه جواب نمیگیری. خیلی شفاف داره به همون اینجا توضیح میده. چرا این آپدیت ها طول میکشن؟ چرا من اینجا میبینم یه دونش 9 روزه، یه دونش 14 روزه، یه دونش 45 روزه؟ چه اتفاقی میفته که این آپدیت طول میکشه؟ نکته مهم اینه که اولا گوگل هزاران سرور تو کشورهای مختلف به زبانهای مختلف داره که اینا دارن سرو میکنن و نتایج به کاربران نشون میدن. قاعدتا سینک شدن همه اینا و آپدیت شدن همه‌شون میتونه زمان بر باشه. الگوریتم های متنوعی داریم ما مثل رنک برین، هامینگ برد، نوبوست که دارن رفتار کاربر تو نتایج جستجو رو تحلیل میکنن. کلیکاشون کجا کلیک کرد، وارد چه صفحه شد، چقدر اونجا موند، برگشت چه جستجویی انجام داد، چه سایتی رو انتخاب کرد. همه اینا داره توسط کروم و الگوریتم های گوگل تحلیل میشه. وقتی یه آپدیت جدید میاد به نوعی بعضی از این داده ها میتونه ریست شه یا ارزشش کم شه. گوگل قبلا یه تجربه رو در مورد یه سایتی داشته، میگه این سایتی که آدما باش انگیج میشن حالا رتبه ها تغییر کرده. خب یه سری از اون دیتا ها لازمه که بروز شن، پس ممکنه رول اوت یا آپدیت چندین روز طول بکشه تا این داده های جدید جمع آوری بشه. وگرنه میتونست تو یه ساعت این اتفاق بیفته و شما همه نتایج ببینید. و در طول یه آپدیت، یعنی تو بازی که داره رول اوت اتفاق میفته، جایی که ما تغییرات زیادی داریم، فلاکچویشن های زیادی داریم، نه از رشدش خیلی خوشحال میشیم نه از افتش خیلی غمگین میشیم. باید صبر بکنیم بعد از آپدیت تحلیل بکنیم که چه تأثیری گذاشت. یه سوال خیلی مهم اینه که فرق آپدیت با الگوریتم چیه؟ ما الگوریتمایی داریم مثل همین رنک برین و هامینگ برد، مثل پنگوئن و پاندا، الگوریتم فرشنس، ایکس یک زد. روی سایت آکادمی وب سیما اگر شما برید ما یه بخشی داریم به اسم الگوریتم‌های گوگل، همه رو اونجا توضیح دادیم براتون. ویدیو دارن، مقاله دارن، یه کتاب داریم مثلا براش، میتونید باهاشون آشنا شید. آیا اینا الگوریتم‌ها دارن تغییر میکنن؟ این الگوریتم‌ها همون آپدیت‌ها هن؟ ببین تصور بکنید، من این مثال میزنم سعی میکنم براتون جا بیفته. تصور بکنید هر کدوم از این الگوریتم‌ها یک ساز موسیقیه، یکیش گیتاره، یکیش ویولونه، یکیش ساکسیفونه، یکیش نمیدونم پیانوه. هر کدوم دارن ساز خودشونو میزنن. آپدیت ها در واقع دارن بین این سازها هارمونی ایجاد میکنن، مثل میکس و تنظیم و مسترن، ریتم و تمپو و سبک اجرا رو مشخص میکنن. ممکنه یکی بیاد الهه نازو با یه سری ساز دیگه بزنه، با یه ریتم غمگینی، یه دیجی بیاد همونو بکنه به یه آهنگی که تو پارتی آدما باش برقصن. آپدیت ها میان تاثیر الگوریتم ها روی رنکینگ رو مورد توجه قرار میدن. آقا این فاکتور کم شد، این فاکتور زیاد شد. حالا الگوریتم میره بررسی میکنه، میگه آقا این سایت رو من نگاه کردم کیفیت محتواش 10 از 10،
آپدیت میاد میگه تاثیر این کیفیت محتوا تو رنکینگ مثلا 2 از 100. الگوریتم یه کار دیگه میکنه، آپدیت یه کار دیگه میکنه. آپدیت داره هارمونی بین این الگوریتم ها رو ایجاد میکنه. خب ما تا اینجا در مورد خود آپدیت های گوگل صحبت کردیم. گفتیم آقا این آپدیت ها کجا اطلاع رسانی میشن، چه کاری انجام میدن، چه مدل هایی دارن و یه دونش رو بررسی کردیم که چه کاری داره انجام میده، مثل مارس 2024 که دقیقاً گفته بود رو چی داره تاثیر میذاره. این سه تا آپدیت اخیر گوگل اصلا نگفته که روی چی داره تاثیر میذاره.